سلام علیکم شاگرد عزیز، خوش آمدین به اکادمی درویشان. بیایم بخیر به بخش دوم درسی اکادمی ما شما در ویدیوی قبلی در قسمت الفابت و صداهای حروف انگلیسی ویدیو جور کرده بودیم. کسایی که دیدن آماده ای در هستن و کسایی که ندیدن اولا کانال ما رو سابسکرایب کنین، ویدیوهای اولی رو ببینین، بعد از او باز بخیر به ویدیو دوم بیاین. Part B, let's count حساب کردن. Let's count بیاید که حساب کنیم. Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. در اینجا به ما شما از 1 الی 10 حروف را آورده که ما شما بفهمیم چه قسم در انگلیش از 1 تا 10 حساب کنیم. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10. این بود از حساب کردن از 1 الی 10. بیایم ببینیم در بخش سی چی داریم. ask and answer. ask پرسیدن and answer و پاسخ دادن. که در بخش کانجکشن در گرامر ما شما and خواندیم که کانجکشن از حرف ربط از دو کلمه یا دو حرف با هم دیگه چی میکنه؟ ربط میده. که به خاطر معلومات بیشتر ویدیویی که در قسمت گرامر گذاشتیم حتما ببینین که تمام جزئیات and در او آمده. امروز ما شما میخوانیم در مورد can یعنی توانستن. چه قسم ما از یک نفر بپرسیم که شما چی کرده میتونین؟ What can you do? What can you do? شما چی کار انجام داده میتونین؟ پاسخ دادن I can run, I can walk, I can jump, I can dance. What can you do? چی کار انجام داده میتونین؟ I can walk. میتونم قدم بزنم. I can run. من میتونم بدوم. I can jump. من میتونم جمپ بزنم. قسمی که ما شما در گرامر خواندیم در ویدیوی قبلی ما گفتیم که ورب خود ما را اگر سابجکت های ما که تمام سابجکت و ورب و تمامش ما در ویدیوی دیگه براتان تشریح کردیم، اگر سابجکت ما هی شی ات باشه ما ورب خود اسم میدیم. اگر بگوییم what can he do میگیم he can walks. به این شکل ما شما در این بخش فقط اینمی کن را یاد میگیریم که چه قسم توانایی و اونمو توانایی یک شخص ما چی کنیم پرسان کنیم. what can you do. بعد از دو جوابش میتونیم ما بگوییم I can walk. من میتونم قدم بزنم. I can run. من میتونم بدوم. خب شاگرد عزیز در بخش کتاب امروز درس ما اینم قدر بود. انشالله خداوند مهربان است که یک بهره مفید از درسای ما برده باشین. دوستایی که منتظر صفحه های دیگه کتاب هستن بخیر تدریس صفحات دیگه ما هستن، حتما کانال ما رو سابسکرایب داشته باشین، کامنت بگذارین تا من انرژی بگیرم بفهمم که درسای من به شما مفید تمام میشه. تشکر از همراهی هم تک تکتان. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتان نره. زنده و سلامت باشین. خدا حافظ.